در ولایت مسکو روسیه یک نورس 14 ساله به گناه کشتن یک کودک 9 ساله که شهروند قرقیزستان بوده است گمانبر دانسته می شود. به گفته مقامات این نورس با کارد به کودک حمله کرده است و کودک در نتیجه جان باخته است. خدمات مطبوعاتی کمیته تفتیشاتی ولایت مسکو این خبر را تصدیق کرده است. آنها گفتند که پس از کشتار نورس خودش به اداره تفتیشات که در نزد یک کلیسا قرار دارد رفته است. گفته می شود بعد از کشتار نورس کوشش کرده است با همان کارده که کودک را کشته بود به پای خودش ضربه زند. مقصد او این بوده است که نشان دهد گویا کودک به او حمله کرده است و خود را قربانی نشان دهد. کانال های تلگرام از جمله شات و مش گزارش دادند که او میخواست گناه را به سر کودک کشته شده بار کند. مقامات بعد تحقیق تلفن و معلومات شخصی او فهمیدند که نورس به صحیفه ها و سایت های توجه داشته است که در آنها عقیده های ملت‌گرایانه و بدبینی ملت های دیگر پهن میشد. به گفته نشریه مسکوسی کامسومولس در تلفن او پیوندهایی یافت شدند که به موادهای اسکینخدها گروه‌های ملت‌گرای افراطی مربوط بودند. مقامات تفتیشاتی به نورس طبق ماده کشتار با انگیزه نفرت از روی ملت اتهام اعلان کردند.